خب به نام خدا. بستن سیلندر روی موتور. بعد از اینکه پیستون همونطوری که گفتم رینگاشو جا زدیم و پیستون رو جا زدیم، باید سیلندر رو ببندیم. سیلندر 2 تا بوش راهنما داره که یکیش اینه و یکیش هم مال من روی سیلندر بود، یه خورده گیر داشت دیگه درش نیاوردم. شما وقتی موتور رو باز میکنید الان یه تعدادی از این بوش راهنماها داریم. اون دوتایی که کوتاه تر از بقیه است مال زیر سیلندره. پس بوشای راهنمای کوتاه‌تر مال زیر سیلندر شد. مال ما اینجا یکیش که روی خود سیلندره که جاش اینجاست و دومیش هم اینه که جاگذاری میکنیم به سمت دنده تایم. خب مرحله بعدی واشرم جاش واضحه. این قسمتی که شیار روغن براش جا گذاشتن میفته به سمت شیار روغن که اونم روی پوسته موتور جاش معلومه. دوباره جای رینگار روی پیستون تنظیم میکنیم که به هم نخورده باشه و پیستون حسابی روغن کاری میشه. تو روغن زدن به پیستون نباید خساست به خرج داد. داخل بلوک سیلندر هم همینطور. بلوک سیلندر خودش یه قسمت کونیک داره که به جا رفتن راحت پیستون کمک میکنه. با کمک دست